سلام، من لیلا هستم. من عمران گاراژیان هستم. ما قراره در این کانال در مورد تاب‌آوری و اقتصاد خانگی و همینطور اقتصادهای کوچک صحبت کنیم. از این شروع میکنیم که ما کی هستیم و اصلا برای چی میخوایم که این کانال رو راه بندازیم. از کجا اومدیم، چه سابقه ای داریم، شاید میتونه مقدمه خوبی باشه. حدود 27 سال پیش من به عنوان باستانشناس میدانی کارم شروع کردم و بعد از 3-4-5 سال، یعنی حدود 22 سال پیش روی آوردم به باستانشناسی که بعداً معلوم شد باستانشناسی معاصر بهش میگن. این مدل باستانشناسی حالا شاید سوال به وجود بیاد، توجهشون به جهان معاصره و معتقدن آدم‌هایی که باهاش کار میکنن که اصلا باستانشناسی فقط در مورد دنیای گذشته نیست، بلکه در مورد چیزهاست، مثلا در مورد همه این چیزهایی که اینجا گذاشته شده. میتونه در مورد آشغال‌ها باشه، میتونه در مورد چیزهایی که میخریم یا مصرف میکنیم یا دور میندازیم باشه، و یا میتونه اصلا در مورد موضوعاتی مثل فرض کنید حقوق بشر، کشتارها، جنگ‌ها، درگیری‌ها، حتی جدیداً در مورد احساس‌ها، تنهایی، عشق، نمیدونم چیزهای از این دست باشه. ما شاید از اولین گروه‌های بودیم که در نه فقط ایران، خاورمیانه رفتیم به سمت این نوع باستانشناسی‌ها و در واقع کار رسمیمون رو شاید بشه گفت 35 روز پس از زلزله بم شروع کردیم. اون موقع هر دوتای ما جوانهایی بودیم که دانشجوهای دکترا بودیم و حالا میان سالهایی هستیم که قراره از این رسانه جدید استفاده کنیم برای اینکه چیزهایی که فکر میکنیم به درد مخاطبمون میخوره باهاشون در میون بگذاریم. من قرار شده وارد نوانی نشم، ولی خب همینی که یوتیوب رو به عنوان یکی معرفی میکنیم معلومه که دیگه یک مقداری وارد میان سالی شد. حالا وقتی که درباره گاربولوژی یا درباره زباله چی میکنیم، بحث و بررسی میکنیم، در اصل یه فرایندی مد نظرمونه که اون فرایند یا اون پروسه شامل خرید، مصرف و دورریزه. خرید مثل خرید این دستمال عینک، استفاده و مصرف مثل این که من تمیزش میکنم، دورریز مثل این که بعد از مصرف میندازمش اینجا و بعد میره تو سطح زباله و میاد. حالا در گذشته ما و در سابقه ما این کار رو با بم در اصل شروع کردیم، یعنی 35 روز بعد از زلزله بم که من رفتم تو بم تا 4-5 سال بعد از زلزله هم ادامه دادیم، همش دقت و توجه میکردیم، مصاحبه میکردیم با مردم بم که اونا در فرایند این زلزله که اتفاق افتاده چجوری مواد فرهنگی از خودشون به جا میذارن، رفتاراشون چیه و مصاحبه هاشون هم با اونا چی میکردیم، کنترل میکردیم. و خوب میدونید که یکی از مهمترین تولیداتشون هم اینه دیگه، خرماست. خب در سالهای اخیر تقریبا در بیش از یک دهه اخیر ما متمرکز بودیم روی یک روشی که اسمش باستانشناسی زباله یا گاربولوژیه و اسم این کانال هم از اون میاد، چون یکی از مهمترین کتاب‌هایی که باستانشناس‌های زباله نوشتن اسمش هست آشغال، رابیش، و ما از این کتاب استفاده میکنیم مثل تکست بوک، مثل یک راهنما برای کارهامون. بعدن که ما به سوئد اومدیم همین کار رو ادامه دادیم. کاری که ما در واقع این روزها انجام میدیم اینه که از باستانشناسی زباله و باستانشناسی مصرف استفاده میکنیم برای اینکه کسایی که به ما مراجعه میکنن، شامل خانوارها، کسب و کارهای کوچیک و گاهی شهرداری‌ها که مشکلات بزرگی مثل انباشت زباله دارن رو بهشون راهکار بدیم که وضعیت اقتصادی و شرایط مصرفشون بهتر بشه. در این بین کاری که ما میکنیم در واقع بررسی و همونطوری که عمران گفت یک کم نقد
روش ها و روتین های خرید و مصرف و رفتارهای منجر به مصرفه و نهایتا اینی که با اون افراد یا با اون کسب و کارهای شهرداری ها میشینیم به صحبت و براشون یه برنامه مصرف جدید ابداع میکنیم، ایجاد میکنیم که معمولا حالا توی اقتصاد نسبتاً با ثباتی مثل اقتصاد اسکاندیناوی در طی 2-3 ماه کمک میکنه که در مورد خانوارها و کسب و کارهای کوچیک تا حدود 23% افزایش پسنداز داشته باشن و از اون شیوه های مصرفی که دورریزشون رو خیلی زیاد میکنه دور بشن. من یه دونه فقط پیش‌فرضمون رو بگم بعد دیگه خیلی دیگه حرف نزنم. اجازه بده من یه ریکاپ بگم براتون. یه ریویو خیلی کلی اگه بکنیم، ما سال 1376 در شرق ایران، در شما شرق ایران شروع کردیم، بعد با زلزله بم 1184 کشیده شدیم به جنوب شرق، بعد پاکستان، کویت، بعد اومدیم اروپا و در اروپا که آلمان باشه خیلی متمرکز روی این موضوع نبودیم و در نهایت در طول سالهای کرونا و بعد از کرونا خیلی خیلی متمرکز شدیم روی این بخش گاربولوژی کار. اینطوری میتونم ساده بگم که از همون سال 1376 که کار میدانی رو شروع کردیم در خراسان، ما به این توجه میکردیم که دنیای معاصره و متریالشه و رفتار انسان هاست که برای ما داره خیلی مهم میشه، ولی نمیدونستیم اسمش بازنشستی معاصره، تا اینکه پروژه بم پیش اومد و بعد کمک‌های یونسکو و پیش رفتیم تا به اینجایی رسیدیم که الان درباره‌اش داریم صحبت میکنیم. یه شرکت کوچیک هستیم نه خیلی بزرگ و درباره گاربولوژی یا مطالعات زباله، بازنشستی زباله بحث بررسی میکنیم. ما هنوزم داریم با یونسکو همکاری میکنیم، هنوزم در واقع توجه زیادی داریم به اینکه شیوه های مصرف و به ویژه شیوه های تولید، مصرف و دوریز غذا چطور هست در همه جای دنیا. اما من یه دونه پیش‌فرضمون رو بگم که فکر کنم یه چیزایی رو روشن میکنه و بعد دیگه یواش یواش رو بریم رو به انتها که خیلی توی مقدمه زیاد نگفته باشیم. پیش‌فرض ما یه پیش‌فرضی که معمولا فراموش میشه توی باستانشناسی زباله و اون پیش‌فرض اینه که وقتی الان عمران این مثال رو زد، این یه چیزی که الان بی‌ارزش دیگه قلمداد میشه و قراره بره تو سطل زباله، اما نکتهش اینه که پول داده و اینو خریده. یعنی رفته توی سوپرمارکت پول داده و یه جعبه از این پاک‌کن‌های عینک رو خریده که اتفاقا چون ما هر دو عینک هستیم خیلی هم مصرف، یعنی اوور کانسامشن داریم، مصرف خیلی زیادی داریم از این پاک‌کننده عینک. وقتی ما یه چیزی رو دور می‌ریزیم معمولا یادمون میره که برای این پول خرج کرده بودیم، برای همین گاهی وقتا در یخچال رو باز می‌کنیم و بی توجه یکم سبزی که یه کمی مثلا آب انداخته یا یه نونی که یه کمی سفته رو میندازیم دور. چیزی که ما برامون مهمه بازگرداندن اون کالاها یا اون چیزاییه که دور ریخته میشن، به این که بهشون توجه میشه به سبد خانوار و به در واقع اقتصاد و به ویژه اقتصادهای کوچیک. پس این پیش‌فرضیه که در واقع ما در باستانشناسی زباله داریم، چون خیلی وقتا با این پرسش روبرو میشیم که زباله که بی‌ارزشه، زباله که اهمیتی نداره. اما واقعیت اینه که زباله مثل یه آینه است که روش‌های خرید، مصرف، دورریز، اینکه چه چیزایی رو زیادی می‌خریم، اینکه چه چیزایی رو زیادی دورریز می‌کنیم، اینکه گاهی وقتا چه چیزایی رو زیادی نسبت بهش حساسیم، فکر می‌کنیم خراب شده میندازیم دور، به ما نشون میده و از این طریق ما میتونیم که یک اقتصاد رو تاب‌آورتر بکنیم. اول شاید بتونیم بگیم که آگاه‌ترش بکنیم نسبت به داده‌هاش، همچنان که تو اینجا لیلام خیلی خوب اشاره کرد. ببین الان که رو میز ما رو ببینید، ما جعبه خرما و نایلونش رو دور میریزیم، اضافه بر این هسته خرما رو هم دور میریزیم، عینکامون که پاک میکنیم اینو دور میریزیم و بعد چایی میخوریم نه کافه و توی این پوره چاییه.
اگه یه کسی بیاد مثل ما با دید گارگولوژی این مجموعه دوریزای ما رو بررسی کنه، دقیقاً اطلاعات در مورد رفتارهای ما میده. یعنی ما خرما میخوریم، قند نمیخوریم، شکر میخوریم تو اینجا، عینکی هستیم و عینکامون رو پاک میکنیم و چایی مینوشیم به جای قهوه. این اگه در طول چند روز تکرار بشه، اون وقت یه اطلاعات خیلی دقیق در مورد روتین‌های مصرف ما میده که به طور واقعی پرفورماتیوش همچین یه چیزیه که الان اشاره کرد. خب پس ما انتظار داریم که بتونیم توی این کانال به مخاطبمون کمک کنیم برای اینکه بتونه چیزایی رو یاد بگیره که کمکش کنه اقتصادش تاب‌آورتر شه. و برای همین 2 تا در واقع گروه ویدیو داریم توی این کانال. یه سری ویدیوها مثل همین یکم توضیح مسائل، اما گروه دوم ویدیوها که شاید برای شما جذابتر هم باشه، به نمونه های واقعی میپردازیم که باهاشون کار میکنیم، مثلا خانواده های کسب و کارهای کوچیک، یا حتی ممکنه که نمونه های بزرگ مثل کوههای زباله رو باهاتون در میون بذاریم. نکتهش اینه که ما اجازه گرفتیم از کسایی که در واقع اطلاعاتشون رو منتشر میکنیم، هیچ اطلاعات شخصی مثل نام یا آدرسشون رو بیان نخواهیم کرد. فقط اگه نمونه بیرون از ایرانه یا داخل ایرانه این رو ذکر میکنیم که در واقع نمونه ها از کجا هستن، برای اینکه یه مقدار راحت‌تر بتونیم اون زمینه فرهنگی و اقتصادی رو تصور کنیم. همین که اگه افراد بخوان، مخاطبای ما بخوان، ما به عبارت دیگه اطلاعاتی که به شما ارائه میدیم حاصل سالها کار و تجربه ما در این زمینه است و در زمینه گارگولوژی حاصل 3-4-5 سال اخیره و بیش از 10 نمونه در کیس‌های خیلی مختلف رو با شما بحث میکنیم و در میون میذاریم. اونها شاید یه بخش‌هایی از زندگیشون، مصرفشون، مسائلشون، روابطشون با جامعه، روابطشون خصوصا و رفتارهاشون با دنیای مادی یه سری الگوهایی به شما بده که بتونید اون رو در زندگی روزمره‌تون به کار ببندید و استفاده کنید. نکته خیلی خیلی مهم و اساسی که باید در پایان اشاره کنم و تاکید کنم این که ما استقبال میکنیم از کسانی که مایل به گفتگو در این حوزه باشن، چه دوست داشته باشن بعد موردشون رو بحث و بررسی کنیم، چه دوست نداشته باشن. این کار ماست که در این حوزه انجام میدیم و با معرفی افراد در دنیای واقعی و به طور واقعی به افراد دیگه یه نمونه های رو معرفی میکنیم که شاید یه جرقه و تلنگری در ذهنشون بزنه، که حتما میزنه، شاید نداریم، اصلا خیلی تاثیرگذاره بر اساس کارهایی که تا حالا انجام دادیم. خیلی ممنون. امیدواریم که بتونیم که در ویدیوهای بسیار زیادی در این کانال در خدمتتون باشیم و ممنون که پا به پا و قدم قدم با ما حرکت همراه خواهید بود. آره. همراه خواهید. خداحافظ.